سلام ارادت. همون جوری که میبینید امیرحسین اقلایی برگشت با یه ویدیو جذاب دیگه. سفر زمینی تهران به استانبول. فعلا همونجوری که مشاهده کردین در تصویر مسیر ایران رو در خدمتتون گذاشتم. تهران، کرج، زنجان، قبلش قزوین و تبریز و مرز رازی که میشه شهر قطور. خب اینجا سر حال بودم، راه افتادم، دارم سخنرانی میکنم که آره 27 تیر ماه و از پردیس ما راه افتادیم و با تیبای خوشگلمون به سمت تهران و کرج و ادامه تصویر. همونجوری که در تصویر مشاهده میکنین ما داریم میریم الان به سمت کرج. ساعتهای 3 و 4 بعد از ظهر بود دیگه. اتوبان تهران کرج رو میبینین و خلاصه تصویرهای جذاب. خیلی کار دارم باهاتون تو این ویدیو از هزینه ها براتون بگم، از جاده ها، از تجربه های قشنگ و غیر قشنگ و همه چی. خب از کجا شروع کنیم؟ از این که ما چند بار رفتیم گمرک تهران ولی خب هی گفتن تعطیله، هی گفتن باید زودتر میومدی و فلان. ما گفتیم همینجوری راه میافتیم میریم سمت تبریز، پلاکو میگیریم، بیمه ماشین و از این حرفا. یه ذرم استرس داشتم که شاید تبریز ندن و فلان و اینا. اونجور که از غروب اتوبان کرج لذت میبریم با هم، براتون بگم که شب شد دیگه، فیلم نگرفتم و مجتمع رفاهی پاسارگاد قبل از زنجان ما خوابیدیم و الان که میبینی صبح شد و دیگه 5 صبح دقیقاً از تبریز 240 کیلومتر مونده تا تبریز که برسیم و کارا رو انجام بدیم برای کار گمرک و پلاک و همه اینا. اینجا دارم باز خاطره تعریف میکنم که چی کار کردیم چی کار نکردیم. شب اول خوابیدیم، صبح زود پا شدیم، یه ذره قیافه خسته شده، عیبی نداره، ولی ما ادامه دادیم و رفتیم که این ولاگو کامل بسازیم. بنزین رو براتون بگم تو ایران 60 لیتر سوزوندیم. خب اینجا هم خوشحالم، هم خسته رسیده بودم کانون اتومبیلرانی جنگردی، پلاکو گرفتم سر حال. حالا دارم میگم که بریم مرز رازی یا بریم مرز بازرگان. حالا خلاصه براتون بگم که هزینه بیمه ماشین 1,600,000، هزینه پلاک حدود 3,500,000 چون اولین بار بود. تمدیدی نصف این قیمت میشه که هر سال باید تمدید کنیم و گواهینامه هم که 650 تومن. خلاصه ساعت دیگه 1 و 2 بعد از ظهر، خسته، درست نخوابیده بودیم ولی خوشحال از این که کارا انجام شده بود. دفترچه ماشین، پلاک ماشین، همه کارا رو کردیم. بیمه هم گفتن لب مرز. دیگه دیدیم که میطلبه تبریز بمونیم یه شب. یه هتل گرفتیم و موندیم تبریز. صبح زود به سمت مرز گفتیم را بیفتیم بریم. سلامی دوباره 29 تیر ماه، طوله آفتاب، جاده تبریز به سمت مرز رازی. ساعت 5 صبح دیگه آره راه افتادیم رفتیم و خلاصه اینجا دارم از هزینه ها براتون میگم. یه اختلاف بنزین مونده که لب مرز قرار بود پرداخت کنیم. یه ذره استرس داشتم، نمیدونستم کارا چجوری پیش بره. خلاصه رفتیم تو صف واسادیم و مرز نتونستم فیلم بگیرم زیاد، اصلا نتونستم در واقع، انقدر درگیر کارهای ماشین و خودمون شدیم و وسایل و اینا. بگم براتون که اختلاف بنزین تیبا 2,800,000، پژو حدوداً 3 میلیون خورده ای. تریلیا رو که نگم براتون، حدوداً 40-50 میلیون اختلاف بنزین گازوئیل میدادن. خلاصه بعد از کلی حرف و اینور برو اونور برو کارا رو انجام بده، خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنید یه 10-20 کیلومتر مونده تا مرز. خیلی خوشحال و پر انرژی به سمت مرز در حال حرکت هستیم و حالا تا جاده ایرانی بهتون بگم که مرز ایران خیلی راحت رد کردیم. پاسپورتمون مو شد، خب خیلی شلوغ بود و اینا. حالا که داریم وارد خاک ترکیه میشیم براتون اتفاقات مرز ترکیه رو تعریف میکنم تا لحظاتی دیگر. خیلی مخلصیم. خب ما اینجا راه افتادیم از مرز به سمت شهر اوزالپ. چرا دورتر؟ نه به خاطر اینکه وسایلمون رو گرفته بودم، فقط رفتیم یه حال هوایی عوض کنیم و برگردیم لب مرز تا بتونیم که یه روز بمونیم و وسایلمون رو پس بگیریم. چون یک شنبه بود و تعطیلی بود نمیشد همون روز بری صحبت کنی و پس بگیری. پس با این نتیجه ما یه شب لب مرز موندیم و از این هوای بارونی لذت بردیم و خلاصه این پایان قسمت اول بود.